اگر شما هم قصد مهاجرت تحصیلی دارید و نمیدونید از کجا شروع کنید و به چه صورت مراحل رو پیش ببرید، این ویدیو برای شماست. ما در این ویدیو مرحله به مرحله، قدم به قدم مراحل اپلای رو به شما توضیح خواهیم داد. خب همونطور که میدونید مهاجرت تحصیلی راحت ترین و ارزان ترین نوع مهاجرت هست در مقایسه با مهاجرت های دیگه و همین توصیه میکنم که تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید و مطمئنم نظر شما در مورد مهاجرت تحصیلی عوض خواهد شد. اولین قدم ما برای مهاجرت، اگر شما تازه فارغ التحصیل شدید یا میخواید که در آینده نزدیک فارغ التحصیل بشید، بحث مدارکتون هست. همینطور که میدونید شما باید مدارکتون رو آزاد کنید تا بتونید با اونا اپلای بکنید و خب این پروسه شاید زمان بر باشه. برای همین اینو اول کار آوردم که شما زمان رو از دست ندید. اگر در دانشگاه‌های دولتی درس خوندید و به صورت روزانه هم درس خوندید، شما باید یه مبلغی رو بدید که اخیراً خب مبلغا خیلی افزایش پیدا کرده و در حد 70-80 میلیون تومان هست. اگر شبانه باشید نیازی به پولی نیست، اگر دانشگاه آزاد و پیام نور باشید باز نیازی به پولی نیست، ولی دانشگاه‌های سراسری که به صورت روزانه خوندن باید پول رو بدید. بعد که پول دادید شما میرید به سامانه‌هایی هست که اونجا تاییدیه رو میگیرید، بعد میبرید به دارالترجمه، اونا ترجمه میکنن، بعد مدرک شما رو میبرن به جاهای دیگه. به غیر از دارالترجمه از 2-3 جای دیگه هم شما مهر خواهید داشت، به این میگن مدرک رسمی. ولی خب برای اینا میانبرهایی هست. اگر دانشجوی دختر هستید شما میتونید بعد از همین که فارغ التحصیل شدید برید به بحث‌های کاریابی و بتونید که از اونجا بگید که برای شما کار پیدا کنن و طبیعتاً هم اونا پیدا نمی کنن و میتونید از اون طریق نامه بگیرید به دانشگاه ببرید و آزاد کنید. اگر دانشجوی پسر هستید باید این کار رو بعد سربازی انجام بدید. همینطور که میدونید باید در 6-7 ماه اول بعد اتمام سربازی یا اتمام تحصیل این کار رو انجام بدید. اگر یکم طول بکشه نمیتونید. در مورد این در مورد آزادسازی مدارک در یه ویدیویی دیگر به طور مفصل صحبت خواهیم کرد دیگه. حالا در همین حد از من قبول کنید که دیگه نمیخوام وقت شما رو بیشتر از این بگیرم. دومین مرحله هم که این هم زبان بر هست، مرحله گرفتن مدرک زبان هست. یعنی شما باید به خصوص اگر به کشورهای انگلیسی زبان قصد اپلای رو دارید باید مدرک زبان در دست داشته باشید و منظورم از زبان انگلیسی هست. خب این هم پروسه زمانبری هست، بسته به سطح زبان شما شاید از 2 ماه تا 6-7 ماه طول بکشه. بهترین مؤسسه‌ای که ازش میتونید مدرک زبان بگیرید مؤسسه ETS برای تافل هست، آیلتس هم به همین طور. شما این 2 تا مدرک رو تقریبا تمام دانشگاه‌ها تمام کشورهای دنیا قبول میکنن. البته خب تافل رو چند تا کشور بیشتر قبول میکنن. اخیراً هم دولینگو اضافه شده، میدونید که ارزونتر هم هست، هولوش $60-70 هست، ولی خب مثلا تافل برای ما $270 هست برای ایرانیا. و خب میدونید که خب دولینگو رو یکم کمتر قبول میکنن. زودتر اگر مدرک زبان نداری شروع کنید که این مرحله رو از دست ندید. دوره ما هم خیلی فوق العاده است، لینکش رو پایین میذارم، اونم از دست ندید. میتونید از مدارک غیر رسمی استفاده کنید. یعنی همین که ریزنمره رو دارید برید به یک دارالترجمه بگید آقا اینو ترجمه غیر رسمی کن. ترجمه غیر رسمی به چه معنی؟ اینه که اینا خودشون ترجمه کنن با سربرگ خودشون و فقط مهر خودشون باشه. با همین مدرک غیر رسمی شما میتونید ایمیل بزنید برای پوزیشن های اروپا اپلای کنید. خیلی هم راحت میشه با این اپلای کرد. ولی خب اگر جواب پذیرش شما اومد، نیاز به ثبت نام داشتید یا نیاز به اپلای رسمی داشتید، دیگه اون موقع باید مدرک رسمی داشته باشید. مرحله بعدی، خب شما باید دانشگاه و کشورتون رو مشخص کرده باشید دیگه. اگرم تا الان تو ذهنتون کشورتون مشخص نیست باید مشخص شده باشه. خب اروپا میدونید کشور سوسیالیستی هست، اونجا خیلی چیزا رایگان هست، خیلی چیزا ارزون هست، ولی خب حقوقی که به شما پرداخت میشه پایین هست. اروپا مالیات زیادی هست. چرا؟ که چون اینا میان مهد کودک مجانی، مهد کودک دولتی
بیمارستان‌های دولتی برای شما مجانی. خب سوسیالیستی هست دیگه، مالیات زیاد میدید، خدمات بیشتری دریافت میکنید. ولی خب کشوری مثل آمریکا کاپیتالیستی هست، میتونید حقوق زیادی دریافت کنید، ولی خب در عوض خیلی چیزا مجانی نیست، گرون هست. اگر قصد این دارید که وارد بازار کار بشید، شما میتونید در آمریکا حقوق بیشتری دریافت کنید و خب دیگه همه این چیزا رو باید، این هم تو ویدیوهای بعدی توضیح خواهیم داد، اینا رو خودتون باید سبک سنگین کنید که به کدوم کشور میده. کشور که مشخص شد، طبیعتا دانشگاه ها هم مشخص میشه. و چرا میگم برید اینا رو مشخص کنید؟ خب کشور و دانشگاه مشخص بشه، میتونید برید چک کنید قسمت ادمیژن اون سایت اون دانشگاه، ببینید که اینا چه چیزهایی رو از شما میخوان برای اپلا. مثلا آمریکا باشه جی از شما بخوان. اخیرا ویو کردن جی رو خیلی دانشگاه، ولی بعضیاشون میخوان، بعضیاشون جی سابجکت میخوان، یعنی میگن که اگه شیمی میخونی برو جی شیمی رو بده. و یا نمیدونم ریکامندیشن چند تا میخوان، 2-3 تا میخوان، ریکامندیشن ها رو حاضر کنید. مدارک شما رو همین اول کار رسمی میخوان، غیر رسمی میخوان، و اینا رو برید دانشگاه چک کنید تا شروع کنید به آماده سازی و حاضر کردن اینجور چیزا. مرحله ششم اینه که برید با یه استادی با چند تا استاد صحبت کنید که بهتره که استاد راهنماتون باشه، یا یه استادی که باهاش پروژه کار کردید، یا چند تا درس، مثلا درس تخصصی باهاش پاس کردید، به عنوان اینکه توصیه نامه به شما بدن. ببینید خب 3 تا رو هماهنگ کنید و بگید که خب احتمالاً مثلا شما 7-8 تا اپلای بکنید، بهشون ایمیل بیاد. و اخیراً هم توصیه نامه ها اینجوری نیست که ازش بگیرید شما آپلود کنید، لینک میفرستن به ایمیل اونا. شما بهتره که با اون استاد صحبت کنید، به صورت مؤدبانه ازشون خواهش کنید، به هر حال وقت اونا هم گرفته میشه و بعضی از دانشگاه باید قبل ددلاین بهشون فرستاده بشه. اگر قبل ددلاین فرستاده نشه، بررسی نمیکنن اپلیکیشن شما رو. مرحله بعدی که خواهیم داشت آماده کردن رزومه است. رزومه مهمترین ابزار شماست برای معرفی خودتون، به همین علت باید رزومه خیلی مناسبی داشته باشید. منظورم از مناسب اینه که به انگلیسی باشه، مختصر و مفید باشه، نقاط قوت شما رو به چشم بیاد وقتی که کسی رزومه شما رو میخونه، نقاط قوت شما رو، نقاط ضعف شما رو پوشش بده. به صورت رزومه تحصیلی باشه، نه رزومه کاری باشه، که در مورد اینم توی ویدیوهای بعدی صحبت خواهیم کرد. رزومه شما خیلی مهمه، رو اونم کار کنید و این رزومه رو برای شما به صورت اپلای غیر رسمی بخواید بکنید نیاز دارید، برای ایمیل نیاز دارید. خب پس رزومه شما باید خوب باشه. مرحله بعدی ما ایمیل زدن هست که در این مورد خیلی توضیح نمیدم، صحبت کردیم. 2 تا ویدیو داریم که به صورت جامع اینا رو آموزش دادیم، برید حتما اونا رو ببینید. این بالا هم میذارم تا راحت‌تر بتونید پیدا کنید. خب مرحله بعدی مرحله پیگیری ایمیل ها و اپلای های شماست. اگر ایمیل زدید ریمایندر بفرستید، اگر جواب ندادن در مورد ریمایندر هم صحبت خواهیم کرد. اگر اپلای کردید، مخصوصا اپلای رسمی، بعد یه مدت به گراد آفیس ایمیل بزنید، معمولا خودشون میزنن. اگر نزدن به گراد آفیس بگید که چیزی لازم هست، چیزی من کم کاستی نداره، اینا رو چک کنید، مخصوصا با منشی گراد آفیس که وظیفش همین کاراست. به اونا ایمیل بزنید و بگید که آقا این چه خبره، این چه خبره. یکی از راههای موفقیت که افراد موفق خیلی روش مانور میده اصل پیگیری هست. حتما پیگیر کاراتون باشه. و اگر هم اروپا اپلای کردید، معمولا اونا جواب میدن. برای اپلای های اروپا که به صورت پوزیشنی هست نیازی به اصل پیگیری نیست، مگر در موارد خاص، مگر که حالا اونم بعداً در موردش صحبت میکنه. اپلای رسمی که انجام دادید، برای اپلای رسمی مدارک رسمی نیاز خواهید داشت به احتمال 90%، پس اون مدارکتون هم داشته باشید. برای اپلای رسمی توصیه نامه ها رو چک کنید با استاداتون. و خب دیگه اگر مثلا آمریکا باشه، مثلا دیگه تا آذر دی تموم میشه، باید جواب هم تا فروردین اردیبهشت بیاد. جوابی که میاد از شما میخوان که اکسپت کنید آفر اونا رو. اگر اکسپت کردید به شما یه کدی میدن I-20 I-20. با اون کد شما اقدام به ویزا میکنید که خب دیگه بقیهش دیگه حالا شادی و سرور هست، البته اگر بحث ویزا به مشکل نخورید، که اونم در ویدیوهای بعدی توضیح خواهیم داد. خب مراحل اپلای و مهاجرت تحصیلی رو قدم به قدم با هم چک کردیم. هر سوالی داشتید به غیر از حتی این ویدیو میتونید کامنت کنید و تا یه ویدیوی دیگه خدا نگهدار.